امروز خوشحالیم در خدمت آقای دکتر پروا هستیم. من خیلی مختصر آقای دکتر پروا رو خدمت دوستان معرفی کنم، چون اگه بخوام مفصل بررسی کنم آثاری که ترجمه کردن و کلش رو بگم میکنم کل لایومون آقای دکتر به فعالیت‌های شما بپردازیم، ولی خیلی ناچارم که مختصر معرفی کنم. امیدوارم که عذر منو پذیرا باشید. آقای دکتر پروا روانپزشک، روانکاو، فارغ التحصیل دانشگاه تهران، نویسنده و مترجم حداقل فکر کنم بالای 15 اثر ادبی هستند که بیشتر آثار در ارتباط با ادبیات و روانکاوی و پیوندهای درونی این دو هستش. از جمله ترجمه های ایشون میتونیم عنوان کنیم نمایشنامه تیران و دوبراک اگه درست تلفظ کرده باشم، شهرهای گونشان، شوخی‌های کیهانی و جاده سنجوانی از ایتالو کالوینو و جدیدترین کارشون هم در پیوند با روانکاوی و ادبیات میشه به کتاب دریچه روانکاوی به اقلیم نامتناهی ادبیات نام برد و کتاب های دیگه هم که فکر کنم در دست چاپ هستن و آمادن که انشالله توی هفته های اخیر یا اولین هفته های سال جدید و قرن جدید منتشر بشن. خب خیلی توی این چند روزی که چه دوستان نزدیک توی گروه ما بودن و چه دوستان دیگه همیشه این نقد رو به من داشتن که جامعه شناسی هنر چه نزدیکی با روانکاوی داره، روانکاوی و ادبیات، روانکاوی و هنر. این یه بحث بین‌رشته‌ای و میان‌رشته‌ای هستش که فکر کنم مخاطبین از وقتی که فروید بحث روانکاوی رو یه جورایی مطرح کرد و از همون ابتداش تا حدودی این دغدغه ادبیات و هنر رو خیلی از هنرمندان با فروید ملاقات کردن و حتی جنبه‌های روانشناسانه و روانکاوی کارهای خودشون رو یه جورایی به ایشون مرتبط کردن و خیلی از شخصیت‌های ادبی که از قرن‌ها پیش وجود داشت بعد از روانکاوی بود فکر کنم آقای دکتر که تا حدودی خودشونو بولد کردن و شناخته شدن با نظریه‌های فروید بود. خب ادبیات اینقدر مهم هست که شاید نتونیم بگیم کل زندگی، ولی قسمت عظیمی از زندگی ما رو در بر میگیره و اهمیت خیلی زیادی داره حوزه ادبیات و دانش ادبی. من با این مقدمه نسبتا طولانی هم بحث رو واگذار میکنم به شما و در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم، ممنونم که به هر حال این فرصت ایجاد شد که در این مورد ما صحبت کنیم. البته این بحث خیلی بحث طولانی و مفصلی میتونه باشه، ولی من سعی میکنم در چارچوب همون زمانی که داریم حدود نیم ساعتی در خدمتون باشم، بعدم سوالات رو بشنویم. فقط من اینم بگم که همین 2 ساعت پیش به من خبر دادن که جاده سنجوانی ایتالو کالوینو از چاپخونه اومده، بنابراین به هر حال با یه انرژی مضاعفی من امشب در خدمتون هستم. در زمینه ادبیات من یه مجموعه کار دارم که به اصطلاح از روانکاوی هست به اقلیم نامتناهی ادبیات که این 6 جلده که اولین جلد حافظ و رود جادو به زودی چاپ میشه و از حافظ شروع میشه، همینجوری بزرگان شعر ما رو در بر میگیره تا میرسه به نظامی. این توضیح رو خواستم بدم. اما قبل از اصلا وارد بحث بشم میخوام بگم که این ادبیات و روانکاوی یک سوالاتی رو ممکنه در ذهن افراد روشن بکنه و من مخاطب واقعیم رو امشب کسانی میدونم که
به اون کلمه درونی که ما گذاشتیم که پیوند درونی ادبیات و روانکاوی باشه توجه کردن. چون که به هر حال در سطح مسائل ما خیلی صحبت ها میتونیم بکنیم که یک جوری روانکاوی رو به ادبیات و بالعکس پیوند میده، اما مسئله مهم اینه که در عمق و بطن قضیه چطور روانکاوی و ادبیات به هم متصل میشن، که این چیزیه که فکر میکنم در بحث‌های کتاب حال راجع به روانکاوی و ادبیات شده جاش تا حدود زیادی خالی بود. اما چون توی پیج کس که مربوط به جامعه شناسیه من این نکته رو بگم که این موضوع ادبیات و روانکاوی گفتم یه سری سوالاتی مطرح میکنه، ولی اولین چیزی که هست اینه که ما در کجا میخوایم این رو مطرح بکنیم، در چه جامعه‌ای میخوایم مطرح بکنیم. در جامعه ما یک جوری شعر به عنوان شاخه‌ای از ادب با جان و روح مردم پیوندهای بسیار عمیقی داره. من همین اتفاقی که همین چند شب پیش افتاده بخوام تعریف کنم، توی پروازی بودم که به اصطلاح از یکی از شهرهای جنوبی می اومدم تهران و خدبان ضمن اینکه حالا خوش آمدگویی کرد و راجع به هوا صحبت کرد، شروع کرد به خوندن اشعاری از سعدی و برخورد مسافران خیلی جالب بود که ایشونو با کف زدن زیاد تشویق کردن. من به یاد ندارم که در هیچ یک از کشورهایی که به اونها سفر کردم با همچین پدیده‌ای روبرو شده باشم. یا مثلا مثال دیگه‌ای که میخوام خدمتون بگم در مورد شاعری چون حافظ هست که در کتاب حافظ و رود جادو هم من بهش پرداختم. در هیچ جای دنیا شاعری مانند حافظ که این ارتباط با ملتی برقرار کرده باشه نداریم، که مثلا در صوفه هفت سین که همین چند روز دیگه قراره به استقبال قرن جدید بریم، حافظ جای خودشو داره، در صوفه عقد داره. ما همچین ارتباطی رو مسئله که بنابراین ما وقتی میخوایم راجع به ادبیات و روانکاوی صحبت بکنیم بسیار مهم است این که در کجا میخوایم صحبت بکنیم. در سرزمینی مثل ایران، همونطور که حالا اگر وقت بشه خواهم داد، از روانکاوی میشه به عنوان یک ابزار استفاده کرد برای کاویدن این میراث عظیمی که جان و روح مردم ایران درش زندگی میکنه، مانند رودخانه. ما در اون تو میشه گفت بخشی از مسیرمون رو هم همین رودخانه شد. اما برای شروع بحث با این مقدمه بد نیست که من شعری هم که از نظامی همیشه خیلی مواقع اول کلاسام خوندم، اول جایی که رفتم سخنرانی کردم خوندم، اونو بهش اشاره کنم چون به گونه‌ای لب مطلب امشب من درش هست. نظامی میگه ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. این بیت، یک بیت شعر به گونه‌ای تمام اون چیزی، اون پیوند درونی هست که من میخوام امشب راجبش صحبت بکنم. چون مگر ناخودآگاه به عنوان یک دانشی که دانش به اصطلاح برای کشف ناخودآگاه ابداع شده، مگر با چه چیز سر و کار داره؟ دو جنبه اصلی به اصطلاح روانکاوی، یکی دانش دالها یا شکل صوتی کلمات یا دانش سخن اصولا بگیم، و دیگری دانش ماده زنده‌ای که این دالها با خودشون حمل میکنند و به گونه‌ای هم این ماده زنده رو به نوعی در ابتدای زندگی مهارش کردن، از بینش بردن، و از طرف دیگه با اون زندگی، نیروی زندگی که ما بهش میگیم لیبیدو، آغشته شدن.
به این ترتیب میبینیم که موضوع روانکاوی ماهیتاً هم با همین دوتا سر و کار داره، یعنی یکی سخن و دیگری زندگی یا زنده بودن، زندگی روانی انسان ها. و میبینیم که نظامی چند صد سال پیش در یک بیت شعر این مطلب رو اومده بیان کرده و همین در واقع عظمت ادبیات در همینه که میتونه چیزهایی رو روشن بکنه که به اصطلاح در بطن دانش روانکاوی قرار داره. اما همونطور که گفتم، ما در هر موضوعی رو که میخوایم بررسی بکنیم، اگر بخوایم به سطحش بپردازیم که بله صحبتهایی هست که کم و بیش این ور اون ورم شنیدین که مثلا فروید نمیدونم جایزه ادبی گوته رو برده، خودش یک ادیب بوده، یا اینکه مثلا به شکسپیر حمله توجه نشون داده یا راجبش نوشته، یا اینکه من چون روانکاوی که صحبت میکنم توی پرانتز هم بگم که روانکاوی که با فروید شروع میشه و با لکان به اصطلاح به بیشترین گسترش خودش میرسه، اینه که از فروید میخوام برسم به لکان. بگم که بله لکان هم شما دیگه میبینید که اون چیزی که در فروید خیلی شاید کوچک بود و چند تا نویسنده رو در بر میگرفت، مثلا یانسن و به رومانی که به اسم گراویدا داره، یا مثلا هملت شکسپیر رو در بر میگرفت. وقتی به لکان میرسه، لکان دیگه از نویسندگانی مثل افلاطون که به هر حال بسیاری از کارهاش ارزش ادبی داره شروع میکنه، میرسه تا نویسنده معاصر، سارتر باشه، مارگوریتیاس باشه و حتی جیمز جویس که یک سال یک سمیناری رو بهش اختصاص میده. اما من این مقدمه رو که دارم میگم، میخوام دقیقاً چیزی رو بگم که معمولاً افراد در تلهش میفتن. یعنی اینکه وقتی صحبت میشه راجع به ادبیات و روانکاوی، خب میگن که حالا روانکاوی به اصطلاح توجهی به کدام بخش از ادبیات نشون داده یا ادبیات به کدام بخش از روانکاوی توجه نشون داده. اما ما در واقع از فروید یاد گرفتیم که سوالات اساسی رو تو هر مبحثی که میخوایم مطرح بکنیم، این سوالات اینه که اون مبحث از کجا، یعنی منشأش کجاست، کجا میره، هدفش کجاست و مکانیسمش که داره اتفاق میفته چیه. فروید هر جا مثلا راجع به رویاها میخواد صحبت کنه، راجع به سمپتوم ها یا شکایات بیماران صحبت میکنه، سعی میکنه این سوالات رو پاسخ بده که در واقع اینا سوالات اساسی فلسفه هم هستن در ارتباط با آدمی، که از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. یعنی اینکه نوعی اگر بخوایم نگاه بکنیم از لحاظ هستی شناختی این سوالات بسیار اساسیه. بنابراین من سعی میکنم در این وقت محدودی که هست به این قسمت بپردازم که از این پیوند درونی ادبیات و روانکاوی از کجا شروع میشه و به کجا میتونه ختم بشه و امیدوارم بتونم به این پرسش ها پاسخ بدم. اما قبلش یک تاریخی کوتاهی من بگم. خب میدونیم که روانکاوی با کتاب تعبیر رویاهای فروید آغاز شد و در واقع فروید همون سالهای 1900 تا 1904-5 آثار اصلی روانکاوی خودش رو که یکی همین تعبیر رویاها باشه، یکی به اصطلاح روان آسیب شناسی زندگی روزمره باشه و دیگری دوک‌ها و ارتباط با ناخودآگاه و همینطور اون دوستار در مورد سکسوالیته یا مسئله جنسیت، این آثار رو همون اوائل نوشت. اما تقریبا میشه گفت از سال
1905 فروید انگار که متوجه این شده باشه که ما علاوه بر اینها به چیز دیگری هم نیاز داریم و اون اینکه بتونیم شرح حال برخی از بیماران رو به نگارش در بیاریم و میبینیم که فروید سال 1905 شرح حال دورا رو مینویسه و حدوداً 4 سال بعدش میاد شرح حال موشمرد و همینطور گرگمرد رو مینویسه و اگر ما این شرح حالا رو بخونیم روش فروید رو اولا نشون میده که چجوری داره رمزگشایی میکنه از ناخودآگاه مراجعین و ثانیاً یک بسیار از افراد که اینا رو میخونن واقعاً انگار با این روبرو شدن که یک اثر ادبی نوشته شده. روش فرویدی توی این آثار خیلی دست کمی از روش شرلوک گشایی داره اینجا اتفاق میفته و در واقع فروید در طی این سالها اون مقاله رمان‌های خانوادگیش رو می‌نویسه و نشون میده که اصولاً این روایت، این قصه، این داستان و خیال پردازی چه نقش مهمی رو در کودکان بازی میکنه و چطور کودکان از طریق همین خیال پردازی هست که با واقعیت‌های این جهان در تماس قرار میگیرن. بنابراین میتونیم بگیم که فروید از یک بعد خودش متوجه این شده که به اصطلاح اگر میخواد یک به اصطلاح معرفی از روانکاوی ارائه کنه احتیاج به روایت داره و اون هم روایت‌های ادبی. بنابراین میبینید که روانکاوی از همون ابتدا توسط کاشفش به اینجا میرسه که ماهیتاً بین این شاخه از علم و ادبیات یک پیوندی برقرار هست و توی کارهای فروید ما میبینیم. نسبت‌های ادبیات و روانکاوی رو اگر بخوایم در نظر بگیریم میبینیم که انگار روانکاوی خیلی برای اینکه اون پدیده هایی که مشاهده میکنه رو توضیح بده خیلی وامدار ادبیات هست. مثلا میتونیم به این اشاره کنیم که این کمپلکس اودیپ معروف که فروید مطرح کرده که بخواد روابط لیبیدویی درون خانواده رو باش به اصطلاح بیان بکنه، این از یک نمایشنامه گرفته شده، اثر سوفوکل، یعنی باز یک اثر ادبی که همون به اصطلاح افسانه های تباعی باشه و اودیپ کسیه که در اون نمایشنامه اودیپ شهریار در واقع طی یک سری اتفاقاتی که میفته پدر خودش رو میکشه و با مادر خودش پیوند ازدواج برقرار میکنه و فروید از این نمایشنامه میاد استفاده میکنه برای اینکه در واقع یک تمثیل درست کنه از آنچه که در روح و روان کودک و ارتباطش با پدر و مادرش میگذره. اما ما به لکان که میرسیم و البته این تمثیل سازی رو فروید همینجور ادامه میده دیگه، یعنی مثلا در تا کتاب آخرش که موسی و یکتاپرستی باشه بازم انگار یک روایتی رو که این دفعه شکل تاریخی پیدا کرده داره بیان میکنه که یه روایت ادبیه. یا مثلا توی توتم و تابو باز داره یک روایتی رو از جامعه اولیه مطرح میکنه، چطور مثلا پسران دست به دست هم دادن و اون پدر اولیه رو از بین بردن و خودشون در جایگاه اون نشستن و بعد برای اینکه جامعه بتونه به حیات خودش ادامه بده یک سری قوانین وضع کردن.
لکان اما خیلی به اینجور استفاده از تمثیل عقیده نداره. یعنی اینکه خیلی جاها حالا صحبت از این هست که لکان بازگشت به فروید کرده و در واقع اون متون فرویدی رو که فراموش شده بودن بیرون کشیده، اما این بازگشت یک بازگشت نقادانه است و ترتیب لکان عقیده داره که با این تمثیل ها، آنالوژی ها که بین ادبیات و روانکاوی برقرار میشه، یه بخشی از حقیقت از دست میره. به همین خاطر هم هست که لکان به مطالعات دیگه مثل مطالعات انسانشناسانه لوی اشتراوس رو میاره و یه قدری از اون تمثیل های فرویدی فاصله میگیره و اصولا عقیده داره که اون متریال و اون مواد اولیه که به اصطلاح تروماتیک بوده، باعث زخم روان شده و ناهمگون بوده، در واقع افسانه و اسطوره تنها میاد این متریال ناهمگون رو یه جوری در کنار هم قرار میده و بر این عقیده است که اگر ما به حساب این تمثیل ها خیلی بها بدیم، دوچار یه سری کلیشه ها میشیم. همین کلیشه هایی که امروزه توی به اصطلاح بحث های روانکاوی و حتی ارتباط ادبیات با روانکاوی هم مطرحه. یعنی که افراد یه به اسم مثلا کمپلکس شنیدن و با همونم مثلا اقدام به روانکاوی میکنن یا خودشون رو یا دیگران رو مورد آنالیز قرار میدن. ولی در واقع بایستی گفت که اون چیزی که در واقع اینجا اتفاق افتاده اینه که لکان به این قصه ای که فروید از ادبیات گرفته و در واقع میخواد برای رمزگشایی روح و روان ازش استفاده کنه، لکان یه قدری با دیده تک نگاه میکنه. یعنی اینکه به اصطلاح این رو کافی نمیدونه و حتی بر این است که فروید خودش در اینجا قصه پردازی کرده، اسطوره سازی کرده و سعی میکنه که اون چیزی که در توضیح فروید از کمپلکس یا عقده اودیپ اساسی هست بیرون بکشه. که حالا چون ما بحثمون خیلی به اصطلاح فکر میکنم نمیخوایم تخصصی باشه، من اون چیزی که لکان از به عنوان اساره این کمپلکس یا عقده اودیپ از اون بیرون کشیده نمیخوام بهش اشاره کنم، ولی میخوام بگم یک همچین اتفاقی افتاده. لکان از اون ور ما میبینیم وقتی نگاه میکنیم که اون چیزی که فروید شروع کرده بود، اون جریان چطور در دستان لکان گسترش پیدا کرد و وسیع و وسیع‌تر شد، یه چیز عجیبی هم باز درش بهش برخورد میکنیم و اون این است که برخلاف فروید که یا شرحال‌های موردی بیماران رو مینوشت و گفتم یک جور جنبه روایتی و ادبی داشت و شبیه کارهای به کنان دویل در مورد شرلوک هولمز بود، یه چیز عجیبی که در مورد لکان وجود داره اینه که با وجود اینکه لکان به آثار ادبی خیلی توجه نشون داده، اما تقریبا میشه گفت هیچ گزارش موردی بیمار نداره. در دست به اصطلاح مصاحبه‌ای هست که لکان با یک بیماری توی بیمارستان سنتان انجام داده، یه بیماری که خودشو نیچه میدونه و در واقع بیمار دچار جنون هست و توی در واقع ما این مصاحبه رو از لکان داریم ولی هیچ گزارشی از بیمارانش نداریم. از اون ور با این مواجهیم که لکان توجه زیادی به نویسنده ها نشون داده، به آثار ادبی نشون داده و در این حال لکان بگم که یک شاعرم هست، غزل هم میگفته. البته خودش میگه که
من شاعر نیستم، من شعرم، شعری که همواره در حال نوشته شدن. ولی میخوام بگم پیوند لکان با ادبیات حتی پیوندی که بین ادبیات و روانکاوی به وجود آورده عمیق‌تره، ولی از اون کیس هیستوریا یا تاریخچه بیماران دست برداشته. و ما ممکنه اینجا بپرسیم که خب چرا همچین اتفاقی افتاده، یعنی اینکه لکان چطور فکر میکرده که اصلا کیس هیستوری از خودش باقی نگذاشته. جوابش این هست که از نظر لکان، همونطور که در مورد عقده اودیپ فرویدی عقیده داره که فروید یک جور داستان سازی و اسطوره سازی کرده، در مورد گزارشات موردی هم که فروید نوشته، لکان عقیدش بر این هست که بین اینها و در واقع آثار ادبی که توسط هنرمندان نوشته می شود تفاوت زیادی وجود نداره. یعنی اینکه به عبارت دیگه فرد هنرمند، یک هنرمند راستین، اینجوری نیست که ما بخوایم اصول روانکاوی رو بخوایم بریم قالب ها رو بندازیم روی اثر هنری، چیزی که معمولا باعث از بین رفتن اثر هنری هم میشه، و بعد بخوایم ازش چیزی استخراج کنیم و به هنرمند یه چیزی یاد بدیم. لکان عقیده داره که هنرمند از روانکاو جلوتره، چون به اون ناخودآگاهی دسترسی داره که توی کار روانکاوی خب با تلاش و سعی بسیار ارتباط باهاش به دست میاد. و بنابراین یک اثر ادبی خوب میتونه یک گزارش یا یک شهادت باشه بر یک وضعیت روانی خاص. و لکان مثلا کتاب شیدای لولشتاین مارگریت دوراس رو وقتی میخونه انقدر هیجان زده میشه که با دوراس تماس میگیره و باش قرار میذاره که من میخوام حتما تو رو ببینم و باش صحبت میکنه. و در واقع چیزی که برای لکان یه مقدار شاید هم حیرت آور بوده اینه بوده که به خود دوراس هم میگه چطور تو اون چیزی که من درس میدم و بدون اینکه شنیده باشی میدونی. یعنی میخوام بگم دیدگاه روانکاوی الان به اینجا رسیده، به اینکه این هنرمنده که راه را میگشاید، نه اینکه ما بخوایم چیزی را بر هنرمند آشکار و روشن بکنیم. اون کاری که مثلا خود فروید در مورد داستویفسکی کرده یا مثلا شاگردان فروید، مثلا یکی نوشته و در واقعیت نویسنده رو خواسته به وسیله اصول روانکاوی از کتاب استفاده کنه، این چیزی که اون روزه به اصطلاح بهش اعتقادی وجود نداره توی روانکاوی. همونجوری که گفتم این هنرمنده که راه را میگشاید. ما راهی به متن که در جلومون قرار گرفته به عنوان یک چیزی که حتی تا یه حدی مستقل از نویسندش هست نگاه میکنیم. ما از طریق متن راهی به اون نویسنده نداریم، به این خاطر که اینها در واقع میشه گفت تحت تاثیر ناخودآگاه هستن، نه اینکه مستقیما بگیم همشون تراوشات ناخودآگاه. بنابراین این نسبت میبینید که از یه طرف آثار هنری اومده هم رتبه کیس هیستوریا یا گزارش موردی قرار گرفته. یعنی مثلا دوراس وقتی شیدای لولشتاین رو مینویسه به عنوان یک زن مجنون و به عنوان اینکه حالا جنون در جنس مؤنث میتونه باشه، این از نظر روانکاوی یک اثر اصیل ارزشی مانند کیس هیستوریایی داره که فروید مینوشت. بنابراین ما بایستی ببینیم که چه چیزی هست که اینجوری عمیقاً روانکاوی ادبیات پیوند میده.
مگر به اصطلاح ماهیتاً چه چیزی هست که در این دو به اصطلاح شاخه هنر و شاخه علمی انگار ماهیتاً یکی هست. همونجور که گفتم باز باید ما برگردیم به اون شعر نظامی، یعنی ما که نظر بر سخن افکنده ایم، مرده اوییم و بدو زنده ایم. در واقع تمام مطالعات روانکاوی میشه گفت روی دو پایه اصلی سخن و این نیروی حیاتی قرار گرفته که ما این رو در بارزترین شکل خودش در ادبیات میتونیم ببینیم. به همین خاطر هم هست که اثر ادبی یک ارزشی پیدا میکنه که هم ردیف اثریه که وجود آورده و باید این رو در نظر بگیریم که حالا ممکنه کسی با خودش بگه که خب اینجا از یک طرف ما یک علم رو داریم، از یک طرف ما یک شاخه از هنر رو داریم، چجوری شما اینها رو اینقدر نزدیک هم میبینید؟ به این ترتیب ما علم داریم ولی با یک علم خاصی سر و کار داریم. ما علمی هست که میخواد در مورد سوبژکتیویته ذهنیت صحبت بکنه. چجوری به سوبژکتیویته یا ذهنیت صحبت بکنه؟ با استفاده از زبان که توی ادبیات هم اتفاق میفته. یعنی ما در ادبیات با سوژه های خاصی کار داریم که تجربه های خودشون رو و تأثیرات خودشون رو به صورت کلمات در آوردن. ما اگر یک فرازبان داشتیم یا به اصطلاح یک متا لنگویج داشتیم که میتونستیم از زبان خارج بشیم و از خارج زبان رو نگاه بکنیم، اون وقت میتونستیم یک به اصطلاح یک دره عمیقی بگیم وجود داره بین روانکاوی و ادب. ولی از اونجایی که فرازبانی وجود نداره، یعنی ما وقتی میخوایم از حالا ناخودآگاه صحبت کنیم، راجع به روح و روان صحبت کنیم، لازمش اینه که درون زبان باشیم، نمیتونیم از زبان خارج بشیم. این موضوع ماهیت روانکاوی و ادبیات رو به هم نزدیک میکنه، به نحوی که همونطور که گفتم به اصطلاح یک اثر ادبی خوب میتونه هم ردیف به اصطلاح کلمات یک روانکاو و گزارشی باشه که اون از روح و روان میده. یعنی اگر من نمیدونستم مثلا این شعر از نظامی هست، شاید فکر میکردم که این جمله‌ایه که بر زبان لکان جاری شده. و حالا من فکر میکنم که این بحثیه که این فقط میتونست مقدمش باشه، یه مقدار گسترده تر از این حرف هاست، ولی امیدوارم حدی در این فرصت تونسته باشم موضوع رو توضیح داده باشم که چطور به اصطلاح لحاظ درونی و ماهیتاً ادبیات و روانکاوی به هم دیگه متصل هستن. و ما فقط در انتها به این هم اشاره کنم که خیلی مواقع کسانی که خواستن پیوندی بین ادبیات و روانکاوی برقرار کنن، هم ادبیات رو از بین بردن هم روانکاوی رو. و ما بایستی به این توجه داشته باشیم که همونجور که لکان میگه من یک شعرم، شعری که در حال نوشته شدن است، ما با یک جریان سیال نقادانه سر و کار داریم، یک تفکر انتقادی که روانکاوی باشه. و موقعی میتونیم بگیم که پیوند بین ادبیات و روانکاوی برقرار شده که کمک کنیم به اون سیالیت و کوبندگی که در آثار ادبی هست. یعنی اگر یک اثر ادبی مثلا در زمان ظهور خودش، که مثلا در مورد آثار عطار به نظر من اینجوری بوده که در زمان ظهور خودش بسیار به اصطلاح تاثیرگذار و کوبنده شده، ولی امروزه متاسفانه مثلا از عطار و نظامی که شاعران بزرگ و جهانی ما هستن زیاد صحبتی نمیشه. حالا در مورد فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا چرا، ولی
در مورد اینها صحبت نمیشه. بایستی ببینیم که آیا عاملی یا عواملی وجود داشته که این سیالیت زبان اینها، این کوبندگی زبانشون که در دوره تاریخی خاصی وجود داشته از بین رفته، و آیا ما میتونیم به وسیله روانکاوی یک نقبی بزنیم به نحوی که این زبان رو و این جریان رو دوباره سیال کنیم. به این میگن پیوند ادبیات و روانکاوی. وگرنه اگر قرار باشه که به اصطلاح ما یک چارچوب از پیش ساخته شده رو بخوایم تحمیل کنیم به اثر ادبی و هنری که به خودی خود چارچوب پذیر نیست و اصلا تمام تراوت و زیبایی و کوبندگیش به خاطر اینه که بسا چارچوب نیست، در این صورت هم روانکاوی رو از بین بردیم و هم ادبیات. خیلی ممنونم. فکر میکنم خیلی ممنون، خیلی عالی بود، استفاده کردیم آقای دکتر. دوستان عزیز اگه سوالی دارید میتونید توی همون قسمت کوئسشن سوالتون رو بپرسید. قبل از اینکه حالا واسه خودم پیش اومد اینو دوست دارم که از شما بپرسم. آقای دکتر، توی حوزه جامعه شناسی ادبیات ما وقتی که با پدیده ادبی روبرو هستیم، بحث از 3 تا واقعیت هست. یکی آثار هستش، یکی نویسندگان هست و یکی مخاطب. در ارتباط یا پیوند روانکاوی با ادبیات بیشتر با کدوم یک از اینا سر و کار داریم؟ یعنی با نویسندگان، کتاب ها یا همون متنشون؟ اگه خیلی دریدایی نگاه کنیم، دریدا میگه هیچی فراتر از خارج از متن وجود نداره. یا با خوانندگان، اون مخاطبایی که وجود دارن و آثار رو میخونن، بیشتر با کدومشون روانکاوی ارتباط داره، سر و کار داره؟ بله، روانکاوی به اصطلاح زیاد به اون بخش نویسنده یا خالق کاری نداره و کارهایی هم که در این زمینه شده، حالا لئوناردو داوینچی نقاش بوده ولی هنرمنده. مثلا کاری که فروید در مورد لئوناردو داوینچی کرده خیلی امروزه قدر و بهایی نداره. بیشتر تمرکز روانکاوی روی اثر و همینطور روی مخاطب به عنوان یک سوژه ناخودآگاه و همینطور نحوه لذت بردن، یعنی اینکه به اصطلاح چطور ادبیات باعث شکل خاصی از لذت میشه. این هم سوالیه دیگه. در ادبیات فرم خیلی اهمیت داره، یعنی اینکه شما یک موضوع رو، مثلا همین شعر نظامی رو من اگه به صورت یک جمله گفتم، فکر میکنم اونقدر لذت بخش نبود برای کسی تا به صورت یک بیت به این زیبایی بیان شد. بنابراین خود این که چطور این فرم ادبیات میتونه تولید لذت بکنه، این هم یکی از مباحثیه که توی روانکاوی مطرحه. خب این فرمی که فرمودید، این اثر در برخورد با روانکاوی خب دچار یه جور تحلیل میشه، درسته؟ همونطور که کیس میاد پیش یا مراجع یا کلاینت میاد پیش روانکاو داستانش رو واسه روانکاو میگه، روانکاو هم یه برداشتایی از این داستان داره و داستان خودش رو بازگو میکنه. اون چیزی که من متوجه شدم از همین بحثا، چقدر این متن و اینکه حالا علم روانکاوی چقدر میتونه به همون چی بگم خود اثر وفادار باشه، به همون هدفی که نویسنده اون اثر خواسته اینو مطرح کنه تونسته وفادار باشه و نگهش داره این هدفی که نویسنده از متن داره. بله، با البته همونجوری گفتم راجع به نویسنده خیلی نمیتونیم صحبت بکنیم، چون همونجوری که خودتونم به دریدا اشاره کردین، متن تا حدودی مستقل از نویسنده است و همینطور که اشاره کردین مسئله همینه. یعنی اینکه من اگر راجع به این به اصطلاح پیوند درونی روانکاوی و ادبیات صحبت کردم، این رو خواستم بگم که اگر قراره که
اینطور به اصطلاح روانکاوی یک جوری با ادبیات برخورد کنه که در واقع تازگی و کوبندگیش رو از بین ببره، این همون تحلیل بردنشه. تحلیل به اصطلاح دو تا جایی میخوایم تحلیل بکنیم اما تحلیل میبریم، یعنی اثر هنری رو از به اصطلاح اون قدرت و کوبندگیش خالی میکنیم. و من خواستم بگم که این آسیب شناسی قضیه است، یعنی اگر پیوند به این ادبیات و روانکاوی بخواد به این صورت به اصطلاح برقرار بشه، این چیزیه که به اصطلاح برای ادبیات هیچ چیزی به بار نمیاره. خیلی ممنون. یکی از دوستان سوال پرسیدن، نوشتن خالق یک اثر مثل یک کتاب مثل یک کتاب شخصیتش رو روانکاوی کرده. سوال پرسیده، من اینو فکر کنم جواب دادید دیگه، از سوالش میگذرم. تا سوالای بعدی میان، یه سوال پیش اومد آقای دکتر، دلیل خاصی داره که شما آثار آقای کالوینو رو ترجمه کردید؟ فکر کنم اگه آقای صحابی اون کتاب بارون درختنشین رو ترجمه نمی‌کرد، اونم جز آثار شما میشد، جز ترجمه های شما میشد. البته به اصطلاح یه دلیلی که داشت این بود که من البته با کتاب شهرهای بینشان خیلی مجذوب کالوینو شدم، چون که به نظرم کالوینو به اصطلاح یک جور توی این اثر داره انگار تجربه یک سوژه‌ای که در مصاف با ناشناختنی ها قرار میگیره و مرتب با یک سیالیتی از یک شهری به شهر دیگری میره و یک جور شباهتی به تجربه روانکاوی داره. به این خاطر بود که من این اثر رو شروع کردم. ولی اینکه حالا اینجوری مجذوب کالوینو شدم و یه بخش مهم میشم به نظرم این بوده که از به اصطلاح به عنوان یک روانکاو توی آثار کالوینو یک چیزی رو دیدم که تو آثار کمتر نویسنده‌ای دیدم، و اون این که کالوینو تقریبا گفت که در هر اثر خودش یک جور لحن به خصوصی رو به کار برده که گویی که این آثار رو شما از یه اثرش به اثر دیگه میرین، حالا بعضی آثارش به هم شباهت دارن که به صورت سگانه هم طبقه بندی شدن، ولی واقعیت اینه که گویی این آثار رو افراد مختلفی نوشتن و بنابراین یک چالش خوبی برای من بود از این جهت که در ترجمه خواستم اون لحن رو در زبان فارسی منتقل بکنم. یعنی اینکه شما لحن ادبی شهرهای بینشان، لحن طنزگونه این شوخی‌های کیهانی و همینطور لحن خاطرگونه جاده سنجوقی وقتی مقایسه کنید، بسیار یه چالشی هم برای من بود که سعی کردم لحن نویسنده رو در فارسی منتقل کنم، چون متاسفانه میبینم که به اصطلاح در ترجمه خیلی مواقع به این لحن توجه نمیشه. مثلا شهرهای بینشان به نظر من یک ادبیات خاصی داره که من توی ترجمه هاش ندیدم، ترجمه های دیگرش. خیلی ممنون. ضمن تشکر از استاد اقبالزاده، ایشون فرمودن که امر خیالی، امر واقعی و امر نمادی رو در تحلیل ادبیات چگونه به کار میبریم. این سه بعدی است که لازم فکر کنم نکنم که بعد نمادینش رو همون قلمرو زبان و ارتباطات اجتماعی اینا در نظر گرفته. فرمودن که چجوری در تحلیل ادبیات به کار میبریم. بله، این در واقع بازم یه مبحثیه که یه مقدار شاید طولانی باشه جوابش، اما در واقع ما متن ادبی وقتی سر و کار داریم، این بود متن ادبی میتونه بین این سه بود پیوند برقرار کنه و
در واقع اگر من بخوام یک آدرسی بدم از یک کار بی‌نظیری که در این مورد انجام شده، خب کار خود سمینار 23 لکان هست. یعنی میخوام بگم که به این سه بعد به صورت یک کلیشه نباید نگاه کرد که مثلا اینجا ما بعد خیالی رو داریم، اینجا نمیدونم بعد سمبولیکه، اون نمیدونم بعد واقع یا ناگفتنیه یا ناممکنیه. مسئله اینه که همونطور که لکان در سمینار 23 خودش که در مورد جویس هست نشون میده، در واقع تمام این سمینار پاسخ به همین سوالیه که استاد پرسیدن، یعنی اینکه چطور جویس در آثار خودش به گونه‌ای بخش‌های مختلف زندگی خودش هستن، چطور تونسته بین این سه بود پیوند برقرار بکنه. و به این خاطر که به هر حال جویس نویسنده‌ای هم هست، فراموش نکنیم که از نظر لکان به اصطلاح در مجاورت نزدیک جنون قرار داره و بنابراین همونطور که در سایکوز ما این سه بعد خیالی، سمبولیک و واقع از هم جدا هستن و کارهای مختلفی که فرد مجنون برای درمان خودش میکنه به این صورت هست که بتونه بین این سه بعد پیوند برقرار کنه. لکان توی این اثر خودش نشون داده که چطور جویس تونسته با اثر ادبی خودش و به اصطلاح مطرح نویسنده این آثار یک من یا ایگویی به وجود بیاره که این سه بعد رو به هم پیوند میده. من در واقع میشه گفت درخشان ترین چیزی که در این مورد دیدم این بوده، وگرنه متاسفانه میبینیم که خیلی جاها این سه بعد هم مثل همون عقده اودیپ فروید به صورت یک کلیشه در اومده، یعنی اینکه یک مثل یک طبقات یک کتابخونه مطالب مختلف رو میذارید توی اون طبقه. بعد اون سوالاتمون پس چی میشه که از کجا به کجا، یعنی که اصلا هدف از این کار چیه؟ هدف از این کار اینه که مثلا من بگم که در قسمتی از لکان مثلا تسلط داره یا قراره که اثر ادبی رو زنده بکنه، اثر ادبی رو کوبندگی و تاثیرگذاریش رو بیشتر بکنه. محک ما اینه که اثر به اصطلاح وقتی پیوند واقعا برقرار شده از چیزهای سطحی و کلیشه‌ای فراتر رفته که بتونه هم به روانکاوی کمک کنه و هم به ادبیات. خیلی ممنون. یکی دیگه از دوستان پرسیده درست است که سالهای زیادی از گذشتن از پروسه روانکاوی کلام آنالیزان به شاعران نزدیکتر می شود؟ ببینید، حالا باز نمیخوام یه فرمولی ارائه بدم که مثلا به اصطلاح به صورت فرمولی درش بیاریم چیزی که فرمول پذیر نیست، ولی واقعیت اینه که در جای قدم‌های شاعران راستین فرد قدم برمی‌داره. یعنی این که اون تمام موضوع روانکاوی اینه که فرد بتونه اون چیزی از وجودش که ما بود واقع میگیم و به اصطلاح ناگفتنیه، گفتنش امکان پذیر نیست، تا اونجا که ممکنه نزدیک بشه به این که بگتش. و ما در شعر راستین هم همینو داریم، یعنی شاعر یک تجربه ای از سر گذرونده که این تجربه تحت تاثیرش قرار داده و بعد با استفاده از کلام سعی کرده که یک جور این تجربه راستین رو به صورت زبان در بیاره. اما شما با بسیاری از شاعران خوب ما اگر صحبت بکنید، من اینو تو کلام شاعران زیاد شنیدم که مثلا میگن ما بهترین شعرمون رو نتونیم بگیم. این به چه معناست؟ یعنی که
یه قسمتش همیشه ناگفته میماند. این همون چیزیه که توی روانکاوی هم هست، یعنی اینکه یه قسمتی همیشه ناگفته میماند. به همین خاطر هم هست که ناخودآگاه به اصطلاح هیچ کس من تمام ناخودآگاه هم مثلا خودآگاهی در اومد، همیشه یه بخش ناگفته‌ای ازش باقی میمونه. یا به قول باز از جملات درخشان لکان که به هر حال به خاطر ادبیاتش خیلی در ذهن ها میمونه، اینه که میگه حقیقت همیشه نیمه گفته شده است، اما یه بخش ناگفته ای ازش باقی میمونه. و به همین خاطر هم هر اثر ادبی یک تلاشیه در جهت ناگفتنی. آی دکتر صداتون رو ندارم من. الان من دیگه صحبت نمی کنم. کم کم سال دیگه یه سال دیگه مطرح کردن، فرمودن روانکاوی به ادبیات پیش می رود، با وام می‌گیرد. یه مقدار صدا خراب شده، مثل که اینستاگرام بله متاسفانه یکم صدای شما رو بریده داشتم. آره بله همونجور که گفتم سوال دوستمون رو متوجه شدید آقای دکتر؟ بله تا حدی متوجه شدم. ببینید میشه گفت که هم ادبیات وام داره روانکاوی، هم روانکاوی وام داره ادبیات. یعنی اینکه آثار ادبی خوب شهادت‌های سوژه هستند از آنچه که یعنیه، و به تعداد افراد بشر روی کره زمین ما میتونیم از این شهادت‌ها داشته باشیم. یعنی اینکه یک جنبه فردی و منحصر به فرد هم داره، همونطور که توی ادبیات مطرحه. یعنی اینکه آثار ادبی منحصر به فردن و اگر هم کسی بخواد تقلید بکنه، مثلا جامی که ید طولایی داشته که حالا هم از نظامی تقلید کنه هم از سعدی تقلید کنه، هیچ وقت اون آثار به قدرت اثر اولیه نمیشه. بهارستان جامی هیچ وقت در حد و اندازه گلستان سعدی نیست. خیلی ممنون. یکی دو تا سوال دیگه مطرح شده که فکر کنم در لابلای سخنای ارزشمند شما این سوال جواب داده شد. بعد فکر کنم 1 ساعتمون هم تموم شد. خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی بحث جالبی بود. امیدوارم که توی سال جدید و قرن جدید با رویکردهای بیشتر جامعه شناسی ادبیات و روانکاوی و ادبیات بتونیم در خدمت خیلی از دوستای دیگه هم باشیم و از دانش گرانبهای شما استفاده کنیم. امیدواریم که کرونا از بین بره و همه دوستان رو بتونیم به صورت حضوری ببینیم. دلمون واسه همشون تنگ شده توی انجمن جامعه شناسی و انشالله که توی سال جدید یک بحث مفصلتری و پیرامون روانکاوی و هنرها داشته باشیم که فکر کنم بحث جذابی باشه. من دالی میاد تو ذهنم هر موقع که یه همچین بحثی میشه و فکر کنم یکی از سوژه هاییه که خیلی جذابیت داره واسه روانشناسا، روانکاوا و کسایی که تو این حوزه مطالعه دارن. اصلا با دالی پیوندهای دوستانه داشته و حتی از یه مقاله‌ای هم که دالی نوشته تو آثارش استفاده کرد. بله من در خدمتم انشالله.
خواهش میکنم. اگه سخنی در پایان دارید ما در خدمتیم، اگر نه مزاحم وقتتون نمیشم. خیلی ممنونم. شبتون بخیر. پیشاپیش مبارک باشه. لطف دارید. ممنون. همچنین سال نو شما و دوستان که با ما همراه بودن مبارک. دستتون در نکنه. خیلی استفاده کردیم. ممنون. سپاسگزارم. خوشحال شدم. شب بخیر. خدا حافظ.